اگر کسی، یک نفر، 8 سال و 7 ماه و 1 روز فریاد بزنه با تمام قدرتش، فقط میتونه انرژی به اندازه گرم کردن 1 فنجان قهوه تولید کنه. خب یعنی تقریبا در این سالها هر دولتی که اومده سر کار طی 2 دوره 4 ساله خودش کلا 1 فنجون قهوه برامون گرم کرد. مدت هاست نگرانی بزرگ اینه که اگه نفتمون تموم شه چی میشه. یه نگرانی دیگه اینه که آب تموم بشه چی میشه. منابع گازمون تا کی ادامه دارن؟ تازه منابع دیگه هم داریم، ذخایر سنگ قیمتیمون که در جهان رتبه 6 رو داره، اگه تموم بشه چی میشه. ذخایر فلزاتمون که در دنیا دومه، بهترین پسته، خاویار، فرش و زعفران جهان اگه تموم بشه چی میشه. آثار باستانی و تاریخی درجه 1 اگر تخریب بشن چی میشن. تنوع طبیعی بی‌نظیر، برنج و چای درجه 1، تحصیل کرده های نخبمون، اینا اگه تموم بشن چی میشن. با بینی افتادیم تو عسل ولی دست رو دست گذاشتیم و میگیم اگه یه روزی این عسل تموم بشه چی میشه.